به عشق MMA اعتیاد گذاشتم کنار. تقریبا یه 7 سالی اعتیاد داشتم. از چند سالگی اعتیادت شروع شد؟ از 14 سالگی. با چی شروع کردی؟ چی میکشیدی؟ اولش با سیگار و متادون و قرص و تریاک و اینا شروع شد. بعد به دوا و هروئین و اینا کشیده شد و حتی به کارتون خوابی تو تهران. کارتون خواب هم شده بودی؟ آره تو تهران به مدت کوتاهی، ولی خب دیگه 14 سالت بود اعتیاد شروع کردی؟ بله. تا چند سالگی معتاد بودی؟ تا 21 22 21 سالگی. علی چی شد که اعتیاد گذاشتی کنار وارد MMA شدی؟ ایرانسکی ساندی سایداری آسی. همینجوری یه روزی داخل شهرره یه باشگاهی دیدیم، استاد جمشیدی و اینا باشگاه داشتن، خیلی علاقه پیدا کردم به MMA. بعد به عشق MMA اعتیاد گذاشتم کنار. فقط به عشق این به خاطر MMA؟ به عشق MMA اعتیاد گذاشتم کنار. الان چند سالته؟ الان 26 سالم. 26 تقریبا 5 ساله داری MMA تمرین میکنی دیگه. 5 ساله. بله. علی حریف آخرت یه کسی بود که تا حالا باخت نداشت، 8 تا برد داشت بدون باخت، کمربند طلایی سازمان MMA سیریس رو داشت، کل حریفاش هم تو راند 1 فکر کنم کارشون رو تموم کرده بود. تو فکر میکردی بتونی تو راند 1 کار حریفتو تموم کنی؟ اونم با این رزومه‌ای که داشت؟ اول از اینکه این حریفو که واسه من استاد عرفان ابراهیمیان منیجرم واسم فرستاد، قبل از اینکه بفرسته گفت یه حریفی دارم میفرستم واسه، بدون اینکه ببینی دارم میگم میزنی. بعد از اون که خیلی بهش اعتماد داشتم و منو میشناسه، گفت میزنیش، راند اولم میزنیش. اصلا چیز عجیب غریب بهتون میگم، شاید باورتون نشه، استاد ابراهیمیان بهم گفت که این حریفو ساب میشن میکنی راند اول. خدا رو شکر. فکر می‌کردی بتونی تو راند 1 اونم مثلا با فن تریانگل چوک بود دیگه؟ تریانگل چوک بود بله. من خودم هم رویاشو دیده بودم، خدا رو شکر که شد. انشالله بهتریناشو دیگه بزنیم. تو شرط بندی ها مثلا چند درصد رو تو بسته بودن، چند درصد رو حریفت؟ 1% رو من بسته بودن، 99% رو بله 99% رو حریفم زده بودن.